مقامات تاجیکستان گفتند ظاهراً معمای ناپدید شدن 3 کودک از یک محله در دوشنبه را باز کردند. در وزارت امور داخلی روز 25 ایول به رادیو آزادی گفتند یک زن و 2 مرد را که یکیش طبیب است با اتهام دزدیدن دخترک 7 ساله دستگیر کردند. هر 3 نفر روز 20 ایول بعد آن دستگیر شدند که می‌خواستند در محله معروف به نام صدبرگ در مرکز دوشنبه دخترک 7 ساله را ربایند. در اینجا در 3 سال گذشته 2 کودک، یکی 5 ساله و 6 ساله ناپدید شدند و تا حال آنها را پیدا نکردند. جسدی آسیا دلاور و دخترک 5 ساله دیگر را که از همین جا گم شد بعداً در ناحیه حصار یافتند. همکار ما در دوشنبه مهین دوران با مادر دخترک صحبت کرد که خوشبختانه یافت شد و بعد دلایل اخلاقی نام دختر و مادرش را آشکار نمی‌کنیم. اصلا درباره واقعه گم شدن دخترتون میگفتید که چه خیلی شروع شد، شما چه خیلی فهمیدید، چه خیلی آگاه شدید که دختر شما رو دزدیدند؟ روز 20 همین ماه بود، یعنی سنه 20 ساعت 11 ما از خواب بیدار شدیم. وقتی از پنجره نگاه میکردیم دخترچه‌ام در تگ خانه بازی میکرد. یک چند دقیقه گذشت که 2 تا دخترچه‌ای که همراهش بودند دوگانه‌هایش به خانه آمده گفتند که دخترچه‌تان را باز زوری در یک ماشین سوار کرده بردند. ما به بیرون برآمدیم، از پشت جستجوی دخترچه‌ام شدیم. زود به کارمندان میلیسیا زنگ زدیم، به ناحیه شامنصور، بر دیگر مقامات‌ها زود زنگ زدیم، خبر دادیم. از بین یک چند دقیقه گذشته بود که در زیر خانه ما، در زیر هر یک خانه، هر یک بنا کامera دارند. در کامera آمده است که دخترچه‌ام رو چخیر در ماشین با زوروانی میگیرند میروند. پس از 30 دقیقه بود، به فکرم 30 دقیقه بود که و ما از اوباب زنگ زدن کارمندان اوباب گفت بیایید دخترچه شما در مقامات ما است، ساق سلامت صحت، بیاین برید. بعد ما به اونجا رفتیم، دخترچه‌ام رو گرفتیم، شکر خوب بود، سلامت بود. جنایتکاران رو دستگیر نمودن. حالا در فکر همان هستیم که زودتر جنایتکاران جزای خود را گیرند. خود دخترچه‌تان چی گفت؟ کی او را برد و چی یگون چیز دخترتان گفت؟ بله گفت. وقتی که بر مقامات میلیسیا رفتیم دخترچه‌ام را گرفتیم، در آنجا در حالت شوکی بود. فرزند من هیچ گپ زده نمیتوانست، راستی گپ اصلا نمیدانست که چی واقعه رو داده است. و یک طرز آرام کردیم در آنجا. باز مقامات میلیسیا تشکر به آنها که دختری خود را داشتند، زود آرام کردند. از بین چند دقیقه گذشت که به گپ در آمد. گفت که در زیر خانه بودم، یک مرد جوان نامم را گرفته فریاد کرد. نگاه کردم، به پیشش رفتم، 1 سامانی به مقدار 1 سامانی به من پول داد. گفت که من مادرت را میشناسم، من یک خیش تبار شما هستم، تو میده بودی، من با تو بازی میکردم. حالا میرویم به یک جا شکلات میگیریم و تورت میگیریم، امروز زادروزی من است، میبیایم به مادر تو سورپرایز میکنیم. وقتی این گپ ها رو، سخن ها رو دخترچه من میشنود، میگوید که من حاضر از مادرم پرسم، با 2 دوگانه اش همراه است. میگوید که نه. وقتی میگوید من یک بار پرسم، با زوروانی از دستش میکشند، بر ماشین میگیرن و با خود میبرند. 2 تا دوگانه اش رو میگویند که شما روید، از پس کارتان شوید. در این مدت دخترچه ها اومده به ما خبر را رساندند. طبق اطلاعی که در دست داریم، شخصانی که در این کار دست داشتند در ربودن دخترچه شما الان بازداشت شدند، در بازداشت قرار دارند و گویا یکی از آنها همکار شما هست. نه این تو کجا واقعیت دارد؟ تا حال همون زن دستگیر شده است، همش رو مثلا کارمندان میلیسیا آشکار کردن، ولی من تا آخرین دقیقه باوری نداشتم که از دست همون زنی که مثلا در یک جا ما نان و نمک خوردیم، در یک جا کار و فعالیت نمودیم، این کار برمی آید.